بابا آجی چه خیلی من نماز ترک کردگیم نمیدونم. ای مده حریصی در نماز نبود، مایده مایده نماز دور شدم. میگه من یاد ندارم که مقصد نماز وطنی که دور شدم. سببش در چیه؟ سببش انا در همینه که ماها برادر عزیز وقتی کم شنیدیم، وقتی کم نشستیم، خواهی نخواهی این آیسته آیسته دلتون سیاه می شود. ولی یک بار همین یوتیوب را روی کنین، یک بار پرسماترو را نگاه کنین، موعظه را چند هزار کس گوش کرده، یک زنک فاحشه را چند میلیون فاحشه را میلیون های تا چنده که رو به همو آوردی همین میده این شیطان همین خیلی قایدش. برای چی پیامبر نازن میگم یک زنک دیدی که یکی همین نفس در همون رفت، یکی حواس در همون پیدا شد، بیا در اوقاتی زنت همخوابگی که زیرا او یک تیر زهرالو دیبود که زد